امروز پر از احسان، هر غصه چه خاموش است. امروز بجز خوبی هر چیز فراموش است. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. ماه رحمت و مغفرت، خیر و سخاوت، ماه پاکیزگی، بخشیدن گناه ها و زیاد نمودن عمل خیر به آخر رسید. دعا میکنیم که در این ماه مبارک هر کاری شایسته ما را الله تعالی قبول کرده باشد. عید سعید فطر مبارک بر شما. ای مسلم آزاده، اکنون بهار توست. عید تو مبارک باد.